السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله. برادران و خواهران عزیز، الله را همیشه دعاگو هستم که همگان شما را خدای مهربان حفظ کند. الله مهربان کارهاتون را برار و برکت و کشایش نصیب گرداند. و الله مهربان همیشه دعاگو هستم که خاتمه کارمون به خیر کند. الله را دعاگو هستم که از همه سختی ها و بیماری ها و مشکلات ها خداوند ما و شما را نگهبان باشد. یک سوالی که بسیار امروز چی به طریق خطی چی به طریق تلفنی از من میپرسند این است که حاجی بابا، همین در روز جمعه مردم ما به جمعه تبریک میکنیم، ولی من هم از بس که در همین فیسبوک هم در وایبرم خلاص همین تبریک ها زیاد می آید و مردم امروز همین کار را بگیم برای خودشون پیشه کردن. آیا همین درست هست یا نه؟ آیا مقصد به گفتن همین جمعه مبارک شوه ما در پیشگاه خداوند گناهگار میشیم یا نه؟ برادران و خواهران عزیز، این یگان مسئله جدی نیست. یگان مسئله بگیم خیلی برای ما و شما یگان مهم باشد مهم نیست. جمعه مبارک باشد گفتگی دهم، ما و شما در پیشگاه الله ذوالجلال گناهگار نمیشیم. ما چی سخنی بد گفتیم؟ ما چی کاری نادرست کردیم؟ شما یک کم ترک ایستاده ببینین. از همین لحاظ ما اگر حدیث های داریم که امام مسلم و امام بخاری روایت کردن، میگد من عمل عملا لیس علیه امرنا فهو رد. این یک حدیث. دویم حدیث من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد. بسیاری از نفرهایی که امروز بگیم همین ماینه مردم گیج میکنن که رنگی که دیگر یگان کار نداره، دیگر نمیداند که مقصد راه خدمت چگونه هست، بعد دیگر این همین مسئله ده یک وقتا مردم من میکردن که در طعام خوردن بسم الله الرحمن الرحیم نگو، زیرا که پیامبر بسم الله الرحمن الرحیم نگفته است. پیامبر بسم الله گفته است، ولی امام نووی در شرح صحیح مسلمش که او متخصصن، اونها حدیث شناسن، اونها با حدیث کار کردن، اونها را بگیم همون یک گردک خاک پاش ای هزار همین نفرهایی که امروز همین سخن میگم بالاتر و بهتره. در جایی که امام نووی سخن میکند هزار تا همین روزایش که میبرایه و گپ میزند گپ اینها پنج ارزش نداره. وقتی امام نووی میگد که بسم الله که پیامبر گفته است، اگر رحمان رحیم هم که بگذارین مثلا جایزه درسته میگد، زیرا که پیامبر امر نکرده. از همین حدیثی که آمد که بین هر کاری رو که شما میکنید در او اگر امر ما نباشد او رده. یعنی اگر پیامبر امر میکرد که فقط بسم الله بگو رحمان رحیم نگو، ما نمیگفتیم. یا پیامبر اگر امر میکرد که شما جمعه را مبارک نگین یا کسی را به جمعه تبریک نکنین، ما نمیکردیم. لیکن ما نداریم همین خیل یگان حدیثی که پیامبر ما را از جمعه را مبارک گفتن تبریک کردن، یک کسی بگوی جمعه تا خدا قبول کنه پیامبر من کرده باشه، ما نداریم همین خیل حدیث. باشد بیار که پیامبر امر کرده باشد که در روز جمعه یا دیگر را تبریک نکنین، کنی همون حدیث. یا فقط همین دلیل دارن پیامبر و اصحاب او این کار نکرده است. نکردن معنای او را ندارد که پیامبر من کرده باشد. برای همین ما
سه نوع حدیث داریم. بین حدیث قولی داریم، حدیث فعلی داریم، حدیث تقریری داریم. حدیث های قولیش که پیغمبر با زبانش گفت، قولیش با فعلش انجام داد، تقریریش بعضی کارهایی را که صحابه در پیش میکردن حضرت که خاموش میستاد چیزی نمیگفت، همون علامت ریضا و همون علامت درست بودن همون کار بود. برای همین از همه شما دادرها و خواهرای عزیز، من این قدر مثال به شما گفتنیم که یکدیگر را با جمعه تبریک گفتن فقط ایرا همچون یک اعتقادی که باید سنت باشد، فرض باشد، واجب باشد یا مستحب باشد، یعنی این اعتقاد شما نکنید که اگر کسی را تبریک نکند گناهگار می شود، یعنی این اعتقاد باید شما نداشته باشید. همچون به خاطر که روز جمعه روز مبارک که هست، روز خیر که هست، بین حتی در روز جمعه ایرا افضل روزها خوان پیامبر، افضل ترین روزها روز جمعه هست. چگونه ای که میگه بهترین ماها ماه رمضان است، بهترین شبها شب قدر هست، بهترین روز روز جمعه. ایرا پیامبر ما گفته است. و همچنان بینن جهت های فضیلت این روزه. میگه یکم میگه آدم در همین روز آفریده شد، یعنی روز جمعه خداوند انسان آفرید. دو، در همین روز ای جنت بیرونش کرد. سه، در همین روز با داخل جنتش کرد، یعنی خلقش کرد، داخل جنتش کرد، با ای جنت بیرونش کرد. همین در روز جمعه شده. چهار، در همین روز جمعه ساعتی هست، دقیقه هست که اگر انسان الله را دعا کنه دعاش خدا قبول میکنه. خب دیگر قیامت هم در همین روز جمعه می آید. دیگر در همین روز اگر کسی ای دنیا بگذرد، خدای مهربان او را ای فتنه قبر محفوظ نگه می دارد، یعنی عذاب قبر یا شکنجه قبر برای او بنده که روز جمعه میگذرد مقصد آسانی دارد، سبکی دارد، آزادی دارد. پیامبر میگه هیچ جماعتی نماز صبح با جماعت صبح نماز روزی جمعه برابر شده نمیتواند. دیگر گفت که ای جمعه تا جمعه کفارت تمام گناه های امت می. این قدر فضیلت ها در این روزای جمعه هست، این قدر برکت و خیر در این روز است. وقتی یک آدم ما میگیم جمعه مبارک، این دعای هستند، یعنی معناش همه که خداوند ای تو جمعه را قبول کنه، خداوند تو را با جمعه دیگر رسانه. مقصد مبارک گفتن خودش دعا هایی، یگان جای خطر نداره، یگان جای واهمه نیست که ما بگیم که تو همین جمعه را مبارک گفتی و تو تمام، یعنی با بدعت در رفتی، مادامی در بدعت رفتی تو در گمراهی رفتی، مادامی در گمراهی رفتی تو جهنم رفتی. این خیلی معنا نمیکنه هیچ کس، زیرا هیچ حدیثی نامد از پیغمبر از این کار ما را منع کرده باشد. در چیز امر من کرده با جان و بدیل و بسر قبوله، یکی در چیز نهی نکرده است. معنای نگفتن پیامبر یا نگفتن اصحاب او مقصد ای چیه؟ ای را بینید. ابن ماجه در حدیث 1098 میارد ان ابن عباس قال ان هذا يوم عيد جعل الله للمسلمين فمن جاء الى الجمعه فليغتسل وان كان طيب فليمس من وعليكم بالسواك. ابن قیم برادر عزیز میگه که این عید روز جمعه عیدی هست که هر هفته تکرار می شود. ببینید، یعنی عیدی هست که هر روز حتی امیر پیامبرم روز عید خوان، یعنی از صحابه پیغمبر من دیدم در عید قربان و عید رمضان، یعنی یادگار چی میگفتن؟ تقبل الله منا و منکم، یا تقبل الله منا و منک، خداوند از من و از تو این نماز عید ما قبول کنه. شما بینید که از صحابه پیغمبر در عید قربان و عید رمضان ثابت بوده که دعا میکرده، وقتی سلام میکردن همین تقبل الله منا و منک یا منا و منکم، خدای مهربان از تو و از ما نماز ما قبول کنه.
پس وقتی که در عید قربان و عید رمضان که مادامی که یکدیگر که بگیم دعا میکردهاند، تبریک میکردهاند، و این روز جمعه در فضیلت ای عید قربان و عید رمضان دا بالاتره. بینین؟ برای همین یعنی یگان جای خطرش نیست، یگان جای مشکلاتش نیست که ما یکدیگر را به جمعه برادرها و خواهرای عزیز تبریک کنیم. شما تبریک تو نکنین، تبریک شما انشالله مقصد چیه؟ همین روز خداوند برای شما روز خیر بگرداند. فقط بله از پیغمبر و اصحاب او به خاطر آن نگفتن که هر هفته یک عید تکراری گفت ابن قیم. یک عیدی است که هر هفته تکرار می شود. اینا هر هفته مقصد تبریک هم شاید به همین خاطر از اصحاب پیغمبر چیز مثال در این بابت نآمده است. یا اینکه خود همین نماز همین روز جمعه که در حدیث خواندیم خودش روز عید که هست دیگه ضرورتی مثال به گفتنش نیست، گفتگی به همین بیانه. و الا اگر یگان چیز مهم میشید در حدیث ها پیامبر امر میکرد که شما یکدیگر را به روز جمعه من مثال تاکیدتان میکنم که یعنی تبریک نکنین گفته میگفت چیزی مادام نگفته است یعنی این معنی را ندارد که ما یکدیگر را تبریک نکنیم. در نزد 4 مذهب دیدم خب میگه در نزد 4 مذهب حضرت ابو حنیفه مثال گویم امام شافعی، امام مالک، امام احمد حنبل، هر 4 اینها وقتی سوالشون کردن که آیا جمعه را اگر مثلا مبارک بگوی تبریک بگوی آیا همین درسته؟ گفته است باکی ندارد. یعنی تبریک گفتن یگان گناهی ندارد. ایرا صاحب 4 مذهب گفته، یا مذهب هم نگفته. محمد ابن زیاد گفت که دیدم که محمد ابن زیاد گفت دیدم که ابو امامه باهلی صحابه پیغمبر میگه بین خودشان میگفتن که تقبل الله منا و منکم، همون سخنی پیشتر که من گفتم. حضرت جبیر ابن نفیر گفت که بین اصحاب رسول الله تهنیت بود. یعنی صحابه پیغمبر هم شاهدی دادن که بین یکدیگر ما یکدیگر را تهنیت یعنی تبریک میکردیم. به این خاطر برادرها و خواهرای عزیز تبریک گفتن روز جمعه یعنی در هیچ جا منعش نآمده، نگفته است که کسی همین کار کنه همین کار بدعت و شما در این گناهگار میشین، زیرا پیامبر مقصد نگفته، اصحابش نگفته. انا ما علتش آوردیم که برای چی نگفته است. ولی کسی گویدم یعنی در هیچ جای نآمده است که پیامبر ما را منع کرده باشد. برای کسانی که میگن جمعه را تبریک گفتنش بدعت باید دلیل حجت بیارن. کنی حدیثی که صراحتا پیغمبر امر کرد که شما جمعه را باید دیگر تبریک نگید. بیار امر اگر دلیل صراحتا آمده باشد قبول نباشد این نگفتن پیامبر برادرای عزیز این دلیل شیده نمیتونه. الله مهربان و عاقبتمون را بخیر کنه و ایمانمون را با سلامت نگه داره. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.